مراسم معرفی رئیس نوی ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز 5 نوامبر در شهر خاروق برگزار شد. غالب نیکبکزاده از سخنگوی رئیس ولایت به رادیوی آزادی گفت اسدالله رحمانزاده یاردمچی رئیس جمهور در مسئله کادرها رئیس نوی ولایت را معرفی کرده است. به گفته منبع با فرمان رئیس جمهور علیشیر میرزا نباتوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان تعیین شد. روز 5 نوامبر در مقامات ولایت بدخشان چند تغییرات کادری دیگر انجام شده است. از جمله رضا نظرزاده رئیس شهر خاروق تعیین شد. نظرزاده تا آینده معاون یکم رئیس کمیته کار با جوانان بود. اینچنین نظیر امیربکزاده از منصب معاون رئیس ولایت عاید به مسئله های ایدئولوژی برکنار و به جای او نیلوفر اسلمشایو تعیین شده است. هنوز معلوم نیست که یادگار فیضوف بعد برکناری به کدام وظیفه تعیین می شود. فیضوف در اولین واکنشش بعد برکناری به رادیوی آزادی گفت که من رسالتم را تا جای توانستم اجرا کردم. او در صحبت تلفنی همچنین به رادیوی آزادی گفت بسیار وضعیت وزنی بود. وضعیتی که به عملیات تربیه میشد در کوچه پر ماشین سیاسیشه بود، نگو نام دولتی داشتن، چقدر آدم جستجو بود، چقدر یروق بود. او زنی تماما یک فروغ تنج آباد پیشرفته، چقدر بود که گل کورش شد، چقدر کورش شد. یادگار فیضوف 3 سال پیش در پی انتخاب تند رئیس جمهور امام علی رحمان از وضع تامین امنیت در ولایت بدخشان رئیس این ولایت تعیین شده بود. پیش از این او رئیس بنیاد آقاخان در تاجیکستان بود. فیضوف در حادثه‌های سال 2012 در شهر خاروق میانه‌روی بین حکومت و فرماندهان منطقه بود. یادگار فیضوف 60 سال داشته، همزمان معاون رئیس مجلس ملی پلاتای بالای پارلمان است. او زاده دهه پارشنوی ناحیه شغنان بوده. دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را با اختصاص بیتار ختم کرده است. کار را در سالهای شوروی از آزمایشگاه بیتاری ولایت بدخشان شروع کرده، بعداً به ساحه کمسمان گذشته است. علیشیر میرزا نباتوف همکنون رئیس نوی ولایت بدخشان تا این دم رئیس شهر خاروق بود. او سالها در ساختارهای امنیتی کار کرده. تا سال 2018 معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان بود. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.